آیا می‌دانید درختان چگونه به کاغذ تبدیل می‌شوند؟ فرایند واقعی بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. ابتدا کارگران کنده‌ها را به داخل یک مخزن شستشوی عظیم می‌فرستند، جایی که بارها با آب داغ شسته می‌شوند تا شن، سنگریزه‌ها و سایر ناخالصی‌ها از بین بروند و تنها چوب تمیز باقی بماند. سپس کنده‌ها وارد یک درام چرخان بزرگ می‌شوند که در آن پوست چوب کاملاً کنده می‌شود. در مرحله بعد چوب به خرده‌های کوچکی به طول حدود 3 تا 5 سانتیمتر بریده می‌شود. پس از خرد شدن، این خرده چوب‌ها وارد واحد پخت می‌شوند و حرارت می‌بینند تا رطوبت درون آنها به طور یک نواختری توزیع شود. در حالی که تراشه‌ها هنوز داغ هستند، مجدداً شسته می‌شوند تا هر گونه سنگریزه، شاخه‌های کوچک و سایر ضایعات پنهان شده در شکاف‌ها کاملاً تمیز شوند. در این مرحله تراشه‌ها وارد دستگاه پالایشگر می‌شوند. تحت دما و فشار بالا، لیگنین موجود در چوب نرم می‌شود و الیافی که محکم به هم چسبیده‌اند به تدریج جدا شده و به خمیر نرم و یک دست تبدیل می‌شوند. با این حال، این خمیر تازه هنوز استانداردهای کاغذسازی را ندارد. برای اینکه کاغذ تمیزتر و سفیدتر به نظر برسد، خمیر ابتدا سفیدکاری می‌شود تا رنگ آن تا حد امکان روشن شود. سپس مقدار زیادی آب به خمیر اضافه می شود تا رقیق‌تر شده و جریان یافتن آن آسان‌تر گردد. پس از آن کلسیم کربنات، خاک رس و سایر پرکننده‌ها به مخلوط اضافه می شوند تا شکاف‌های ریز بین الیاف را پر کنند و به کاغذ نهایی حس صافتر و متراکم‌تر بدهند. برای افزایش بیشتر سفیدی، مقدار کمی ماده سفید کننده فلورسنت به خمیر اضافه می شود تا کاغذ زیر نور جلوه بسیار درخشان داشته باشد. در مرحله بعد خمیر به طور یک نواخت روی یک توری سیمی متحرک پخش می شود. این مواد از میان مجموعه از غلتک‌های پرس عبور می کنند که آب اضافی را خارج می کنند و سپس با گذشتن از واحدهای خشککان و پرداخت به تدریج یک ورق کاغذ پیوسته را شکل می دهند. در نهایت این کاغذ به صورت رول‌های عظیم پیچیده می شود، سپس به اندازه‌های مختلف برش خورده و از طریق کانال‌های گوناگون ارسال می شود تا در نهایت به کتاب، جعبه‌های بسته‌بندی، دستمال کاغذی و بسیاری از محصولات دیگر که در زندگی روزمره استفاده می کنیم تبدیل شود.